روزی یکی از دوستام سوال ساده ای ازم پرسید که منو واقعا به فکر واداشت. از من پرسید که آیا میتونم در 2 یا 3 جمله ساده بهش بگم که چرا مسیحی هستم؟ در مورد این سوال میتونم یک کتاب حرف بزنم و اتفاقا کتابی هم به همین عنوان دارم، ولی اون چه که منو به فکر واداشت عزیزان این بود که میبایست در 2 یا 3 جمله ساده جواب میدادم. بعد از یک نصف روز فکر کردن نهایت این جواب برام از بقیه جوابها درست‌تر اومد. چرا؟ برای اینکه فقط مسیح بود که مرض اصلی قلب منو فهمید و درمون اونم داد. بله، فقط عیسی بود که با من چنین کرد و فقط عیسی است که هر روزه با انسان‌ها داره این کارو میکنه. ببینید، ما انسان‌ها اغلب به این فکر غلط می‌افتیم که انگار مشکل ما ذهنیه و اگه جواب سوالات ما داده بشه حتما به مسیح ایمان میاریم، حال اون که این مطلب ابداً درست نیست. مشکل واقعی انسان عزیزان اخلاقیه. در وهله اول این قلب انسان هستش که مریضه و فقط عیساست که قلب مریض انسان رو شفا میده. مهم نیستش که در چه دینی باشیم، مهم نیست چقدر عالم و یا عوام باشیم، مهم نیست چقدر پولدار و یا فقیر باشیم، مهم نیست مرد باشیم یا زن، دختر باشیم یا پسر، مهم نیست صاحب چه مقام و منصبی باشیم. همه ما در مشکل اصلیمون با هم یکی هستیم. همه ما از نظر اخلاقی مشکل داریم و درونمون، قلبمون مریضه. قلب ما شفا پیدا کنه، تمامی وجود ما از جمله فکر و وجدان ما هم سالم میشه و این فقط زمانی صورت میگیره که با عیسی روبرو میشیم. اگه با خودمون صادق باشیم مسلماً با مریضی درون خودمون روبرو خواهیم شد. زمانی که از سیستم‌های باوری خودمون، از اخلاقیات خودمون داریم صحبت می‌کنیم، لاف چنان ارزش‌هایی رو میزنیم که اگه کسی ما رو نشناسدمون فکر میکنه که والاتر از ما، اصیلتر از ما کسی روی زمین نیست. و عزیزان، همین خودش نشون میده که ما از ارزش‌های درست آگاهی داریم، ولی زندگی کردن اونها چی؟ اگه با خودمون باز صادق باشیم خواهیم دید که مشکل ما ندانستن نیست، نتوانستنه. و اینجاست که متاسفانه به دام ریاکاری میفتیم. همون بازی قدیمی که تاریخش تا به زمان سقوط آدم عقب میره. تلاش برای مخفی کردن خودمون. آدم خودش رو پشت درخت‌ها قایم کرد و ما خودمون رو پشت دین، مذهب، عرفان، فلسفه، تحصیلات، پول، منصب، ایر و تبار و قومیت داریم پنهان میکنیم. ولی در ته دلمون مثل بچه‌ای که در بازی قایم موشک داره خودش رو پنهان میکنه، دوست داریم که پیدامون بکنن. و مسیح واسه این اومد تا شما رو که در پشت دیوارهای مختلف خودتون رو مخفی کردید و گم هستید شما رو پیداتون بکنه. واسه این که خوب میدونه که مشکل شما ندانستن نیست، نتوانستنه.